بعد از اعتراض نسبت به ملی شدن زمینتون، برای اثبات این اعتراض خب باید حتما عکس هوایی دهه 40 و حتی دهه 30 رو تهیه بکنید. اما اینجا باید به یک نکته حتما توجه داشته باشین. اون نکته چیه؟ ببینید دوستان، مثلا اگر توی دهه 30 و دهه 40 6 عکس هوایی از 6 سال وجود داشته باشه، حتما بهتون پیشنهاد میکنم هر 6 عکس هوایی رو تهیه کنید. حالا چرا؟ ببینید دوستان، مثلا اگر از این 6 عکس 5 سال یا 5 عکس رو تهیه بکنید، ممکنه توی همین 5 سال به هر دلیلی، حالا مثلا زمین توی زمان استراحت خودش بوده، یا فصل عکس برداری هوایی توی فصلی بوده که آثار رو به خوبی نشون نده، یا به هر دلیل دیگه توی این 5 عکس آثاری رو نشون نده، ولی توی همون سال توی همون عکسی که شما تهیه نکردین آثار به خوبی خودش رو نشون بده. پس حتما